دختران عزیز، من شما را امروز با محصولاتی که برای اویله خود گرفتم و حالا از آنها استفاده کرده ایستاده‌ایم میخوام شما رو با آن شناس کنم. شما ترکیب خیمه را میدونید. کسانی که خیمه را استفاده کردن و فایده آن را دیدن، خیمه میدونن که ایمنیت را بلند میکند. شخصانی که کسلمندی قند دارن، کسلهای زنانه، کیسته میوم دارن، خیلی اوبکی دارن، شخصانی که کسلی های وریکوز، کسلی های پسریاز، ویتیلیگا دارن، خیلی این فایده بخش است. من این را دویم مرتبه است که فرمایش داده ایستادم. یکم مرتبه خیمه را من با سپیرولین استفاده کردم. باید باشد خیمه را من با ژنشن خام سندن استفاده کرده ایستادم. اگر شما سوال کنید که برای چی، دختران عزیز، برای پروفیلاکتیکا. من میخواهم ارگانیسم خود را، سلامتی خود را احتیاط کنم و دکتران و با طبابت و با داروهای امروزه که همش عبارت از خیمیکات ها هست، من استفاده از آنها نکنم. و فرزندان خود میخواهم مادر سالم باشم و اویله خود زن سالم باشم. برای همین استفاده پروفیلاکتیکای ارگانیسم حتمی به همه حتمی و ضرور است. شرط نیست که ما کسل شویم، شرط نیست که ما برجامانده و کار افتاده و محتاج شویم و با استفاده زیادی داروها و ارگانیسم خود یک باره ضرر رسانیم. من امروز خیمه را با خمساندن، ژنشن خمساندن استفاده کرده ایستادم. برای فرزندانم باشد ویتامین C رو که شما میدانید حاضر فصل بهار است، نورسایی ویتامین ها در ارگانیسم زیاد بر علا حس کرده می شوند. برای فرزندانم ویتامین S رو من هر روز یک پاکت استفاده میکنم، میدیم که برای بلند برداشتن ایمنیتی آنها و برای